أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه دوستان و عزیزان، دوستانی که درس‌های آنلاین رو تعقیب میکنن، عزیزانی که از طریق فضای مجازی و کانال یوتیوب ما رو نگاه میکنن و تعقیب میکنن. ضمن که بسیار ممنون و سپاسگزار هستیم از حضور همه شما بزرگوارها و عزیزایی که با ما هستین، همراهی میکنین و گاهی پیام‌های بسیار انرژی دهنده دوستا برای ما میرسه که تشکر میکنیم از همه عزیزانی که با این درس ها همراهن. امیدوار هستم که این همراهی همچنان ادامه داشته باشه و همکار باشین با جوانایی که در کانال یوتیوب و فضای مجازی با ما همکاری میکنند و با ما حضور دارند. از یکی دیگه از سلسله درس های رمضانی در خدمت شما هستیم. در جلسات گذشته در مورد دهه اخیر سخن گفتیم و در اونجی دوستان خود دو تا قول دادیم که خیلی هم پیگیر این دو تا قول بودن. یکی این که مسئله سخنی و بیانی در مورد شب قدر و سوالهایی که دوستا داشتن در مورد مسئله شب قدر، و یکی هم مسئله اعتکاف و احکام اعتکاف. گفتیم امروز و درس امروز خود اختصاص بدیم به بیان کوتاهی در مورد شب قدر و مباحثی که در مورد شب قدر هست. اگر چنانچه برنامه گذشته ما که در مورد دهه اخیر ماه مبارک رمضان بود و فضائل و مطرح شد تعقیب کرده باشین، ما در اونجا گفتیم یکی از عبادت‌های مخصوص ماه مبارک رمضان و مخصوص دهه اخیر رمضان عبادت اعتکاف و یکی از جمله اینها هم جستجوی شب قدره. یکی از دلایل فضیلت دهه اخیر رمضان هم اینه که در دهه اخیر ماه مبارک رمضان شب قدر است. در مورد شب قدر آیات و احادیث فراوانی وجود داره که هر کدام این آیات دال بر عظمت و فضیلت کلان شب قدر هستند. در این حال که مثلا در سوره مبارکه دخان الله تعالی در آیات اول سوره مبارکه دخان می‌فرماید که حامیم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلة مبارکه، ما در قرآن را در شب مبارکی نازل کردیم. درست؟ در آیات دیگه نازل میشه، در آیات دیگه آمده دیگه انا انزلناه فی لیلة القدر، ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. باز در این آیه قرآن کریم الله متعال به عنوان یک شب مبارک از این شب یاد کرده و بیان کرده. فضیلت شب قدر چنان زیاد است که الله متعال یک سوره در قرآن کریم به نام قدر یعنی بیان کرده و با این شروع میکنه که انا انزلناه فی لیلة القدر. الله متعال در مورد شب قدر در همین سوره قدر یعنی ما شما به نام سوره لیلة القدر میشناسیم، الله متعال میفرماید که و ما ادراک ما لیلة القدر، یعنی این که عظمت و بزرگی شب قدر، عظمت و بزرگی شب قدر چنان زیاده که توی انسان و توی بشر حتی نمیتونی درک بکنی که در شب مبارک قدر چه یک به اصطلاح شب بزرگ است، چه یک شب کلان است، چه یک به اصطلاح عظمت و بزرگواری داره. بعد الله تعالی در همین سوره مبارک در ادامه این سخن کمی از عظمت شب قدر میخواه برای ما بفهمانه. میفرماید که لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر شبیه که عبادت در این شب بهتر از عبادت در 1000 ماه هسته. علما اندازه گیری کردن شما 1000 که تقسیم 12 ماه بکنین حدوداً نزدیک 83 سال خورده میشه. یعنی اگر انسان شب قدر به عبادت الله متعال بپردازه گویا 83 سال به عبادت الله متعال مشغول شده و الله متعال عبادت کرده است. در ادامه میفرماید که تتنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. در ماه مبارک رمضان ملائکه در او به زمین میآیند، به زمین نزول اجلال میفرمایند به اذن پروردگارشان.
میفرماید که سلام هی حتی مطلع الفجر، در این شب سراسر سلامتی و صلح و خوبی است تا زمانی که آفتاب طلوع میکنه. بنابراین به همین خاطر هم هست که الله متعال این شب به نام لیلة القدر نام گذاشته. علما میگن یکی از دلایلی که این شب به نام لیلة القدر میگن اینه که جایگاه و قدر او و مکانت او و جایگاه او در نزد الله متعال بسیار بسیار زیاده، چرا که الله متعال در این شب گناهان رو میبخشه، در این شب عیوب آدم ها رو میپوشانه و این شب شب مغفرت و آمرزش گناهان انسان ها هست، چنانچه در احادیث صحیح آمده، از جمله حدیثی که حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنند و حدیث متفق علیه است، یعنی هم در بخاری و هم در مسلم، در هر دوی این کتاب های بزرگ آمده که پیامبر میفرمایند من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی که شب قدر از روی ایمان و اخلاص قیام بکنه، زنده نگه داره، همه گناهان گذشته او الله متعال از او عفو میکنه. در برنامه گذشته توضیح دادم که مسئله بخشیدن گناهان در شب قدر چگونه و چه کیفیت ها و احوال در همین مورد داره. بنابراین اینها همه میرسانه که عظمت و جایگاه و فضیلت شب قدر بسیار بسیار زیاده و به همین خاطر هم هست که الله متعال در همین شب قرآن کریم نازل کرده و به همین خاطر هم هست که الله متعال در مورد شب قدر میفرماید که و ما ادراک ما لیلة القدر، یعنی فضیلت شب قدر و عظمت شب قدر چنان زیاد هست که جز الله متعال کسی دیگه نمیتونه عظمت و بزرگی این شب درک بکنه و بفهمه. یکی از جمله مباحث، یعنی از مسئله فضیلت ها که بگذاریم، یکی از مباحث مسئله تحری لیلة القدر. تحری یعنی جستجو کردن شب قدر هست. علما میگن جزء مستحبات در دهه اخیر رمضان جستجوی شب مبارک قدره. یکی از کارهای ویژه‌ای که در دهه اخیر رمضان هست اینه که انسان او در دهه اخیر ماه مبارک رمضان پیدا بکنه و جستجو بکنه. در این مورد عرض میکنم یکی از سوالهایی که همیشه مطرح میشه اینه که بالاخره کدام یک از شب‌های ماه مبارک رمضان شب قدر میشه؟ بین مردم معروفه که شب 21 و شب 27 و اینها. ما آنچه از احادیث صحیح رسول الله علیه السلام داریم، احادیثی که به صحت رسیده و از پیامبر علیه السلام داریم، از جمله حدیث متفق علیه است که رسول الله میفرمایند که التمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر، شما شب قدر در دهه اخیر ماه مبارک رمضان و در شبهای طاق او جستجو بکنه. یا در حدیث دیگه ای که رسول الله علیه السلام میفرمایند که التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، شما شب قدر در 10 روز اخیر ماه مبارک رمضان شما جستجو بکنید. داستان از چه قراره؟ در حدیث آمده است که رسول الله علیه السلام میفرمایند که یک شب از خانه بیرون شدن به این که الله متعال جل جلاله شب قدر رو ایشان بنمایاند، بگوید، بفرماید، راهنمایی کند که چه شبی است. اما در مسیر راه مواجه شدن با 2 انسان مسلمانی که با همدیگه مخاصمتی داشتن، سر و صدایی داشتن، جنجالی داشتن. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در اثر بدشگونی و بدفالی و بدشگونی حمیمی جنجال ایدو تا آدم الله متعال شب قدر رو به ما بیان نکرد و نگفت، یا توضیحی که در حدیث مبارک وجود داره. خب شک نیه که دلیل اصلی برای که شب قدر پنهان مانده اینه که انسان به عبادت بیشتر الله متعال بپردازه. حالا اگر شب قدر مشخص باشه که در شب 21 باشه، همه مردم تنها شب 21 رمضان رو عبادت میکنن، یا اگر در شب 27 باشه مردم تنها شب 27 رو عبادت میپردازن، در حالی که درسته فضیلت تمام دهه اخیر ماه مبارک رمضان فضیلت داره، چون این نیست که تنها شب قدر، درست شب قدر باز فضیلتی از همه شب‌های دیگه بیشتر. اما ایتی که مبهم باشه انسان تمام شب‌های دهه اخیر ماه مبارک رمضان رو به عبادت میپردازه و جستجو میکنه
که شاید این شب باشه، شاید سبا شب باشه، شاید شب بعدی از او باشه. به این گونه انسان به عبادت خود نسبت برای الله متعال جل جلاله می افزایه و بیشتر میکنه. پس از دیدگاه شریعت اسلامی ثابت نیست که کدام یک از شب‌های ماه مبارک دهه اخیر از ماه مبارک رمضان شب قدر باشه. خب احادیث صحیح رسول الله علیه السلام ما راهنمایی کردن که امید بیشتر اینه که در شب‌های طاق از دهه اخیر ماه مبارک رمضان باشه. شب 21، شب 23، شب 25، شب 27 و شب 29 از ماه مبارک رمضان. درست شد؟ یعنی احتمال بیشتر و امیدواری بیشتر. اما اگر کسی میخواه شب قدر را حتما درک بکنه، یعنی امسال ماه مبارک رمضان تصمیم بر اینه که حتما شب قدر دریابه، چه کار باید انجام بده؟ علما میگن تمام دهه اخیر ماه مبارک رمضان شبها رو او زنده نگه داره. تمام دهه اخیر از ماه مبارک رمضان شبهای او زنده نگه داره. کسی که چنین کاری بکنه حتما شب قدر دریافت. کسی که چنین کاری بکنه حتما شب قدر دریافت. میمونه بعضی نشانه هایی که گاهن در زبان عام گفته شده که مثلا چیزا سرچپه دیده میشه و درختها سرچپه دیده میشه و نوری پیدا میشه و اینها چیزای ثابتی از لحاظ شرعی نیست. شما اگر تمام 10 شب اخیر ماه مبارک رمضان رو به عبادت سپری بکنید، به تلاوت و نماز و ذکر و دعا تمام این شبها سپری بکنید، حتما و جزما شب قدر ریافتین. حتی اگر نوری ندیدید، حتی اگر به اصطلاح اشیایی که داخل خانه بود سرچپه هم نشد، باز هم شما شب قدر دریافتید. پس راهی که میشه انسان شب قدر دریابه و حتما این شب به عبادت بپردازه اینه که تمام دهه اخیر از ماه مبارک رمضان به عبادت الله متعال جل جلاله بپردازه و سپری بکنه. یکی از جمله سوالاتی که خیلی دوستا مطرح کردن اینه که برنامه ما به شب قدر چی باشه؟ هر عبادتی در شب قدر ارزش و اعتبار داره. هر عبادتی که انسان انجام بده ارزش و اعتبار داره. از صدقه دادن و از ذکر الله گفتن و از دعا کردن و از نماز خواندن و از تلاوت قرآن کریم انجام دادن. هر عبادتی که انسان در این شب مبارک انجام بده ارزش و اعتبار داره. خب میتونیم آنچه عرض کردم از بزرگترین کارها یا بهترین کارهایی که انسان میتونه در شب و روزهای قدر انجام بده، یکی اونها صدقه دادنه. کوشش بشه که در دهه اخیر از ماه مبارک رمضان انسان هر روز یک چیزی و هر شب یک چیزی در راه الله متعال جل جلاله برای فقرا و نیازمندان صدقه بکنه. دوم زیاد دعا کردن. شب قدر شب آمرزش گناهانه. انسان باید دعا بکنه. دعای بسیاری هم انسان باید انجام بده. یکی از ویژگی هایی که در شب قدر گفتیم بیان شد و گفتیم شب مغفرت و آمرزیده شدن گناهانه. انسان دعا بکنه که الله متعال عمل کرده بد و زشت او در گذشته بیامرزه و هر دعای مشروع دیگه‌ای که هست. یاد شما باشه در مورد مسئله دعا عبادتی است که هیچ ردخور نداره. علما میگن انسان اگر دعا بکنه حتما عند الله پذیرفته میشه. حالا یا عین دعا به او، عین چیزی که خواسته به او داده میشه، یا جای او چیزی دیگری که در اون نفع دیگی منفعت بهتری برای از او باشه، الله متعال از او به او عنایت میکنه و میده، یا در برابر دعای او الله متعال جل جلاله به او آمرزش و به او ثواب نصیب میکنه. پس یکی از بهترین کارها در شب قدر اینه که انسان به دعا بپردازه. در حدیث رسول الله علیه السلام در حدیث هست که حضرت عایشه رضی الله عنها از پیامبر بزرگوار اسلام سوال کردند که ای رسول خدا، اگر در شب قدر یافتم، یعنی در شب قدر عبادتی انجام دادم، چه دعایی در این شب داشته باشم؟ پیامبر علیه السلام فرمودند که قولی ای عایشه، تو این دعا رو بخوان که اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پروردگارا تو عفو کننده هستی و عفو و بخشش رو دوست داری، پس از من عفو بکن، گناهان من بیامرز.
پیامبر گفتن این بهترین دعایی است که انسان میتونه در شب قدر بخونه. چرا؟ چون شب قدر شب آمرزش گناهانه. این دعای مبارک هم از الله متعال تقاضا میشه که گناهان ما مورد آمرزش قرار بده. پس شب قدر انسان در او بیشتر دعا بکنه. تلاوت قرآن کریم از جمله عبادات بسیار ارزشمنده که انسان لحظاتی و ساعاتی از شب قدر به تلاوت قرآن کریم مشغول بشه. پس چهارمین کار یا سومین یا یکی از عباداتی که انسان میتونه در شب قدر انجام بده اینه که به تلاوت قرآن کریم بپردازه که مزد او و اجر او و پاداش او بسیار بسیار زیاد هسته. همچنان یکی از جمله عباداتی که در شب قدر انسان میتونه او انجام بده نماز تهجد. ادای نماز تهجد عبادتی است که در هر فصل سال، در هر زمان سال اعتبار بسیار بلندی داره، ارزش بلندی داره. خب در ماه مبارک رمضان و در دهه اخیر ماه مبارک رمضان و در شب قدر بسیار بسیار ارزش و اعتبار بالاتری داره. نماز تهجد نماز خاصی نیست، کیفیت خاصی هم نداره که گاهی میگن آقا چی نیت کنیم یا چگونه بخوانیم. چنین نیست. نماز تهجد بر اساس آنچه از رسول الله علیه السلام روایت شده، ایشان 8 رکعت نماز تهجد میخواندن، 4 تا 2 رکعتی میخواندن و ما هم بعد 4 تا 2 رکعتی خوانده بشه. بنابراین اگر کسی توانایی نداشته باشه کمتر بخونه، 2 رکعت بخونه، 4 رکعت بخونه، 6 رکعت بخونه، 8 رکعت بخونه و حتی بیشتر بخونه چه بهتر. و نماز تهجد عبادتی است که نباید در دهه اخیر ماه مبارک رمضان عبادت فراموش بشه. حتی شده گوشه‌ای از شب، مقداری از شب تانر، یعنی یک کار بکنین که فرض مثال 1 ساعت 1 ساعت جلوتر از سحر بیدار بشین و همون 1 ساعت وضوئی بگیرین و 10-15 دقیقه قرآن کریم تلاوت بکنین و بعد نماز تهجد بخونین. بسیار ارزش زیادی داره و الله متعال جل جلاله برای این گونه بنده ها، یعنی گفتیم دیگه در سوره مبارکه قدر آمده تتنزل فیه الملائکه و الروح، همه این ملائکه در شب نازل میشن. بنابراین انسان خوبه که این شب به عبادت سپری بکنه. بنابراین گفتیم که از بهترین کارهایی که میشه در شب قدر انجام داد، اولا صدقه دادن، دوما بسیار دعا کردن. و توضیح دادم که حضرت عایشه از رسول الله پرسان کردن که یا رسول الله در شب قدر چه دعایی بخوانم؟ پیامبر گفتن این دعا رو بخوانید که اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. درست این دعا تلاوت کردن بسیار ارزش داره. یا همچنان گفتیم تلاوت قرآن کریم از جمله عباداتی است که در شب قدر ارزش و اعتبار بسیار بالایی داره و انسان انجام بده. و نماز تهجد که توضیحات در مورد آمد، مباحث گفته شد که انسان اگر میتونه 8 رکعت، اگر نمیتونه کمتر و اگر توانایی داره حتی بیشتر در شب مبارک قدر به نماز و به نمازهای نافله بپردازه و بخونه. این میتونه بهترین برنامه یک انسان برای شب قدر یا همه شبهای ماه مبارک رمضان و علی الخصوص دهه اخیر از ماه مبارک رمضان باشه. امیدوار هستم که الله متعال همه ما توفیق عنایت بکنه که بتونیم در این شبهای مبارک و متبرک که ما حقه به عبادت الله متعال جل جلاله سپری بکنیم و انشاءالله که بتونیم شب قدر دریابیم و در این شب متبرک از الله متعال جل جلاله طلب آمرزش به خود و همه امت اسلامی و طلب خیر و نیکی به خود و همه مردم مسلمان و کشور خود و علی الخصوص مردم مظلوم فلسطین و مردم مظلوم غزه از دعای خود فراموش نکنید. حتما در دعاهای خود یاد بکنید. یکی از شرایط پذیرش دعا اینه که انسان به دیگری دعا بکنه. اگر انسان در حق دیگری دعای خیر بکنه، الله متعال همون در حق خود انسان هم میپذیره و قبول میکنه. جور و صحتمند و سلامت باشید. تا فرصت دیگه شما رو به الله متعال میسپارم. ما را از دعای خیر خود فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.